دکتران و کارمندان صحی ولایت پروان به خاطر ادامه تهدیدات و لطوکوبشان به وسیله افراد مسلح غیر مسئول دست به اعتصاب کاری زده و فعالیتشان را ترک کردند. در تازه ترین موردی که به روز یکشنبه رخ داد، شماری از افراد مسلح غیر مسئول و شفاخانه ولایتی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان به دلیل اینکه یکی از زخمی‌هایشان را از مرگ نجات نداده‌اند در داخل شفاخانه تیراندازی کرده و دکتران را مورد لطوکوب قرار دادند. دکتر ترین یک تن از مسئولین این شفاخانه در این مورد میگوید: اینا بلد بقلداغ و لطوکوب حمله کردن، سر ما مرلت کردن، دکتر سربان تهدید کردن، زدن، نرسای ما را دواندن، زدن، شیشه های اتاق عاجل ما را تخریب کردن، شکستاندن، سامان لوازمی که در اتاق عاجل داشتیم تمامش به زمین انداختن. یک حالت بسیار ناگوار و بسیار حالت خراب. با گفته شاهدان عینی و دکتران این شفاخانه، در تیراندازی افراد مسلح غیر مسئول یک تن از افراد بیگناه که راهگذر بودند نیز به قتل رسیده است. به خاطر دست کشیدن دکتران از کار در شفاخانه، مردم و مریضداران خیلی پریشانند و آنان میگویند از این ناحیه دچار مشکلات زیاد شده‌اند. وای غریب بیچاره را کس نداره، پروای مریض نداره. حالا از شب هم جگک بچه مفتا دارن گروی زرد میزنه، تا میریم پدرش نه بالا میریم کسی دگن این پیسه در دستم دکتر نمیافم که دست از او را گچ کنه یا ببینه. از 6 صبح تا همه لگه که یک مریض آوردیم، اینجا در بستر انداختیم، نه دکتر است نه نرس است، هیچ نه پرسان است نه بخصاص است. اونجا مریض ما افتیده، ما توانی را نداریم که ما را کابل ببریم یک جای دور ببریم. ایران ماندیم چه رقم کنیم. این برای بار چهارم است که دکتران شفاخانه ولایتی پروان از سوی افراد مسلح غیر مسئول تهدید میشوند. دکتر محمد اسحاق نسیمی، یک تن از دکتران این شفاخانه میگوید وزارت صحت عامه در زمینه حمایت و مسئولیت کارمندانش بی‌توجه بوده و بی‌کفایتی اختیار کرده است که آنان همواره تهدید میشوند. دایی که مسئله قندوز آرشه با رئیس امنیت اور والی و وزیر صحت عامه به دکترها معذرت بخواه، خجالت بکشن، معذرت بخوان که ما نتونستیم. یک دفعه حادثه شد، دو دفعه حادثه شد، سه دفعه حادثه شد، آخر که 4 تا دکتر بمونه با بگو ما معذرت میخوایم. معذرت خواستن چی مونو؟ دولت بی‌کفایت. با این حال جنرال محمد زمان مموزه قماندان امنیه ولایت پروان در مورد این رویداد به رادیو آزادی گفت 3 تن از عاملین این حمله و تیراندازی بر شفاخانه را بازداشت کردند. عجل به 2 دقیقه 3 دقیقه به شما رسیدیم. می دکتر صاحب زنگ زد، گفتم تلفن گل کردم، ما تا گل کردم، گفتم خیر 1 دقیقه صبر کن. 1 دقیقه گندی در 5 دقیقه پلیس ما رسیده، نفر گرفته بندی اون کتیما ولشک بود، 3 بیادر یک ولشک بود. از نظر ساکنان ولایت پروان، ادامه موارد تهدید به وسیله افراد مسلح غیر مسئول در داخل شفاخانه که منجر به متوقف شدن فعالیت‌های صحی و دست کشیدن دکتران از کار شده است، نشان دهنده افزایش ضعف حاکمیت دولت در این ولایت است و این ضعف با گذشت هر روز بیشتر می شود.